دوستان عزیز در همدان هستیم. همدان یک در ولایت خطان خمون میر سید علی همدانی داریم کو و هم در اینجا به دنیا اومده در دیگه شهر شای. عین حال ما در همدان هستیم در ولایت همدان. اینجا یک جای تاریخیش، جای قدیمی چند هزار سالش یک جای در اومده دیدم میکنیم. آج با ما معلومات پره ای آدمی که در اینجا هستن همون گرفتن. اینا واری چی دیم اکا خانه یک توضیح بده برادرها داشت کجا میریم؟ من اول یه حاجتخانه برم. خب رفتیم آنها تمام؟ بله برگشتیم به سلامت حاجتخانه. آقا اینجا شهریه که بیش از 3000 سال حکمتانه یا همدان تاریخ داره. همدان یا حکمتانه هر دو به یک نام دلالت داره و اینکه به معنی همدان یا حکمتانه به معنی دور هم جمع شدنه، جایی که مردم دور هم جمع شدن. دیاکو اولین بار اینجا رو پادشاه ماد بوده. دیاکو به عنوان پایتخت اعلام میکنه. تو مادها اینجا جزء پایتخت مادها بوده. بعد از اینکه کوروش بزرگ 550 سال قبل از میلاد مسیح میاد با پادشاه مادها میجنگه، اینجا میشه پایتخت تابستانه هخامنشیان. در زمان هخامنشیان این شهر پایتخت تابستانه بوده و اسمای باز گذشته ترش هم به اسم اکباتان بوده. 7 قلعه تو در تو داشته. اینجا 30 هکتار مساحت 7 قلعه تو در تو داشته. توی قلعه هفتم خزانه و قسمت قصر پادشاهی اونجا بوده. حالا خب الان آثار دیگه هم نزدیک اینجا هست، کلیسا هست، آثارهای دیگه هم هست، شیر سنگی که میریم با هم میبینیم عبور جاهای مختلفش. رفتیم جلوتر باز براتون تک تکیش رو توضیح میدم. اینجا چی باشه این سنگا؟ اینجا پایه های ستونه. پایه ستونه. این استمورا های سنگ بوده هماش ببینید. افتگه همه پایه های سنگ افتگه. خود ستون رو تو تخت جمشید بهتون نشون میدم. ستون های بلند و اینا پایه های اون ستون ها بوده. در تخت جمشید هستن؟ توی تخت جمشید میتونید ستون ها رو کامل ببینید که این وقتی میگیم پایه ستون، این ستون های خیلی بلندی بوده که اینها پایه های چیش بوده. خب سالیان سال زیر خاک بوده. همین اینجایی که ما واسطیم قسمتی از شهر که هنوز زیر خاکه. بله خب همه اینا زیرش تاریخ باستان خونه است. ولی خب چون خونه ها کاهگلی بوده، موقعی که مثلا اکتشاف بکنن بخشش به هر حال از بین رفته. به خاطر اینکه برام خاکوگل برام رو پوشونده کاهگلی و اومدن اینجا رو باستان شناسا کنم سال 1379 78 همچین چیزی خیلی طولانی هم نیست. 20 خورده سال پیش اینجا رو کشیدن بیرون و ترمیمش کردن که الان دارید میبینید. حالا بریم جلوتر هم براتون این معابر رو دارید راه‌های مختلف رو می‌بینید. بسم الله. خیلی دیدین ها برادرها؟ اینجا خونه هاشون. بسم الله. اینجا خونم ده. همه خواهی تمام. تمام؟ آقا اینجا من یک محکمه نماز. محکمه ها؟ چیگه باشید؟ همه باستان شناسا هم اینجا رو یافتن. شهر تاریخی، شهر قدیمه. خریدش خیلی خوبه. اینجا واحد مسکونیشون بوده، خونه بوده اینجا. خونه؟ اینجا محل زندگیشون بوده و در مرکز در اطراف محل میشه گفت رعیت نشین. خونه های رعیت نشینه. این دیوارها تاقا اینا رو دوباره اومدن مرمت رو بازسازی کردن و حالا اینجا مثلا اتاق خونه اینا سقف داشته. این درخت در تاجیکستان ما بسیار این درخت. این درخت؟ آه. اصلا به همه چیز دقت میکنه.
شما چی میگین تاجیکستان؟ ما درخت روسیش میگیم. نامش درخت روسی یا بوی درخت روسی. خیلی دهات بسیار دارم طرف دههای ما. نامش درخت روسی ها. اینا دوستا از جای تاریخیش خیلی جا دیدین همون قدیمه اینا همه چیش هست. سه قدیمه اینا همه چیش معلومه. جمع خیلی بیانو اینجا میداریم که چی گفت سه شهر اینجا بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر قدیمه رو تماشا کنیم. بسم الله. یه مرادارا یه چی گفت بوده. آخه بابامون هم اینجا زندگی کرده. چه افتاده گنده قدیمه. کرپیچه رو بینید. مقصد آنی ما اپش خمون هر گپ بگیم خوب نیست. همه خلاص ما باید اپش خمون گپ نزنیم. میروی میریم اینجا برادرها هستن میپرسیم این که معلومات دادیم. معلومات پرو رو میگیریم. مشکلشی شما تماشا بینا میکنیم. این کوزو رو بینیم. اینجا افتگانه و تاقچه میگفتیم خون که تاقچه هاشون رو بینیم. شهری کلان داره. درست کارامون همه کار دسته. کار دست خودمونه. کار چیزی نیست. دوستان از تاجیکستان اومدن. سلامت باشه. زنده باشه. تشکر. فارسی متوجه بشن. بله خیلی. کارامون همه کار دسته. قبول است. تاجیکستان علیزه. امام علی آنچه که عیان است حاجت به بیان نیست. در مورد کوروش اینا حرف می‌زنن. این کاراست من کیف می‌کنم. اینا کاشی. این این کروش. زرتشت بله کوروش. این یه تن- زرتشت. تن سفید. ابن سینا. آفرین. فخر همدان و ایران. فخر دنیا. فخر تمام پارس زبانان روی دنیا. باریکشالله. اینم تن آبی. تاجیکستانی خیلی خیلی یک گپ بگم ایروی بازدیدی ما این تیپایی که شما میبینید نمیبینید داشت همینجا همه قلعه بدگه همه خیلی پوچانیشی طرف ها هم جایی همه جای قدیمه بدنگه و مثل سرازم خودمون هم وقتا وجود هم زندگی بدگه ایجاد هم زندگی بدگه نه ای خاک موندگه و با کدام زمانی ده با مقصد با کلیسا هم هسته میگو بردار میریم کلیسا رو میبینیم خیلی که خداوند خودش میدانه زندگی هم خیلی چقری و پستی و بلندی چی کارا گذاشته که در روی زمین جز خداوند هیچ که نمیدونه میگه وقتی که یورا میبینی با هر فکر خیلی در میگه که دور زمان ده چه خیلی زندگی بود که اینقدر پیش رفته بودن خیلی کارو اینقدر کارنامه‌ای خوب میکنن البته ایمو دو پیش رفته که بودن که ایمو در عصر 21 حوزی اون درجه‌ای که باید بودن خیلی سنگی که باید روش دیگه ما نمیتونیم باز یک جای میریم دیدن بکنیم اینا هم جای خلاو اینا هم پایان شهر جده احمدان شکپی هست حالا این آقایی که رو بگه میفهمم که چی گفت بوده پایان ده؟ این برج و باروه برج برج شما بهش میگی؟ قلعه
قلعه به کلش میگن، به این قسمت دیدبانیش میگن برج. برج. برج این موقع اکتشافش دیدن یه به اصطلاح چیه خشتی به قطر 9 متر و این برج در زمان احداثش به دوره خودش 10 متر ارتفاعش بوده. این از زیر خاک کشیدن بیرون، کلش زیر خاک بوده. چند سال آخرش زیر خاک بوده. بعد متوجه شدم. بریم از نزدیکش میخواد یه فیلم بگیریم. بریم. این طرف ببینیم. اینجا درک. خلا. اینو ببینیم، اینو ببینیم. دیدین؟ اینجا هم ماجرا گیر خطیه. بله. جای خشت و آجرها مشخصه. خشت و آجرش گلی بوده. بلوکاش از گل بوده و کامل اندازه و سایزش همیشه مشخصه. نگاه کنید بچه. شهر قدیمه. زمان ساخت اولی 10 متر. اما به هر حال میشنش بیرون از توی خاک و داخل گل پره. وقتی کلش رو زیر خاک داخلش هم میشه پر گل دیگه. ولی خب خشتا و دیوار بیرونی بوده، استحکامش بیشتر میشه خاک‌پرداز. این فرزند میشن جداش میکنن. این برای این میگه اینجا سخت آثار باشه از زیر خاک بیرون بکشن. خونه ها فکر کن گلیه، وقتی توی گل رفته شما فکر کنید از توی گل خارج کنی نمیشه. شما یه کاسه سفالی بسازی توی دوباره گل و سفال فرو ببری خشک بشه همش دارم این از در موزه در اومده این برادران اکم ما رو نمیده سکلت پیکوری گفتیم. این داستان پیدا کردن خیلی جالبه. این یک تابوت یک سر سنگیه که میبینید. اینجا مامورات داشتن کار میکردن برای اداره برق بود، آب بود، چی بود. مامور دولتی داشت کار میکرد برای اینکه آب و برق اینا بشه. به این برخورد میکنن. و این همین چند سال پیش. این زن شاه یک زن و یک مردن که بودن 2000 سال پیش. در قبل. بله 2000 سال قبل. یکی از موزه باشه. این همون سنگای دیده همون نویستگی و همون نیست. نه نمونه‌های همون. اون اساسش همون جایه. بله اصلش همون جاست. این همونو با همون شکل با همون آسیب‌هایی که سنگ اصلی دیده اینجا اجرا کرد. خبر. این کروش بزرگ باشه. فاضلات داشتن زمین می‌کردن یه دفعه برف می‌کردن رسید سوال هندوستان و این بوده ما 2000 سال پیشه. شما یک تابوت تمام سنگی رو بگیرید که یک زن و یک مرد داخلش دخل شده. دیده استعمال داره موزه ها. این موزه بازی افتاش اینه بازی افتاش خیلی جدا تماشا میکنیم فقط حلوان میبریم. اینجا هر چیزی که هست اصلی شای برادر. هر چیزی که هست همون چیزی یافتگی همون چیزی خودش خیلی دوبلیکاتش یعنی نیست. آقا علی چوکدی اصلا نداشتم نگاه میکنم تابوت
این سبک جنینی دفن شده خب مثل جنین بطنی مادر. بعد سرش به سمت غرب و پاهاش به سمت شرق. این از سمت تو جهت طلوع غروب خورشید به این صورت اینو دفن کردن. تابوتش اون تابوت این نیست این خیلی گور میکنم و وقتی که مونده کنم شبیه سازی شده. بله. اینجا صفال سازی. خیلی آثارخانه رو تماشا کردیم، دیدن کردیم. در تریزده و چیزای قدیمه. میریم با طرف کلیسا. این برنامه رو همجا میاد میکنیم. بریم دیگه.